سلام دوستان عزیز، با یک صبحانه دیگه در خدمتتون هستم. اسفناج ها رو میشوریم، خورد میکنیم، قارچ رو هم همینطور خوردشون میکنیم و بعد هم اسفناج و هم قارچ ها رو داخل یک تابه میریزیم و میگذاریم روی حرارت تا آبش کشیده بشه و قارچ رو با اسفناج خوب هم میزنیم. بعد از اینکه آب اسفناج و قارچ کشیده شد، مقداری کره یا روغن بهش اضافه میکنیم، نمک و فلفل و ادویه هایی که دوست دارید رو میتونید بهش اضافه کنید و بعد تخم مرغ ها رو اضافه میکنیم. من 3 تا خواستم تخم مرغ بندازم، اون پوست اضافه رو بر میدارمش و بعد هم میزنم و اجازه میدم که تخم مرغ ها سفت بشن. بعد از اینکه آماده شد با گوجه و یا آووکادو و نان میل کنید. نوش جان.